سلام دوستان، خسته نباشین. امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم که چطوری بتونیم از روی یه یوزر، از روی کامپیوتر بکاپ بگیریم فایلمون رو روی یه سرور و این کار بذاریم هر شب مثلا ساعت 12 شب 2 صبح تکرار بشه. خب برای این کار ما به 2 تا VM نیاز داریم. من 2 تا VMش رو اینجا آماده کردم. یکیش با یوزر ایلیا و اونی که میخوایم روش بکاپ بگیریم با سرور. خب ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم که با از آرسینک استفاده کنیم و فایل رو از روی این سرور، از روی این یوزر بفرستیم روی سرورمون. خب نکته اول اینجاست که ما باید بتونیم SSH بزنیم به سرور خودمون. امتحان میکنیم IP هاشون رو ببینیم. خب yes. همونطور که میبینین اینجا از من پسورد میخواد برای وارد شدن، ولی خب مثلا من نمیتونم ساعت 2 نصف شب بلند شم بیام پسورد بزنم که این بنده خدا بخواد بکاپ بگیره که. پس باید چیکار کنیم؟ ما باید یک کاری بکنیم که بدون زدن پسورد، بدون نیاز به پسورد زدن، این یوزر ما بتونه با SSH لاگین کنه روی سرور. خب برای این یه چیزی هست به اسم پابلیک کی و پرایوت کی که با رد و بدل کردن اینا شما میتونین همچین کاری انجام بدین. اگه خواستین من توی ویدیو دیگه کامل براتون توضیح میدم چه شکلیه. خب برای این کار اول باید یه دونه کلید، یه دونه پابلیک کی و پرایوت کی جنریت کنیم. با استفاده از دستور SSH کیجن ما این کار انجام میدیم. میگه کجا میخوای سیوش کنم، میگم همین دیفالت خودت باشه. میتونیم رمز گذاریش کنیم، میتونیم هم که نه بذاریم مثلا سطح رمزش خیلی بیاد پایین ترین شکلی. من فعلا میذارم همین شکلی باشه. اگه الان بریم این همین جایی که گفته رو ببینیم که این مثلا کلیدای ماست. خب برای این کار ما باید این کلیدی که الان دیدین رو بفرستیمش کجا؟ روی سرور. و این کار حتما باید به صورت فوق‌العاده امن انجام بده. چرا؟ چون هر کسی که این کلید رو بگیره میتونه لاگین کنه اونجا بدون هیچ پسوردی. مثلا این خیلی باید حواستون باشه که چجوری دارین میفرستین. من برای این کار از متد بیلتین استفاده میکنم. SSH کپی ID میگه خب کجا میخواین بفرستین؟ من میگم میخوام به یوزر سرور باشه توی این IP. دقت کنید که اگه اینو نزنی با یوزر روت میخواد بذاتش روی یوزر روت. خب ولی خب پرمیشن دینای بهتون میده چون شما اجازه ندارین طبیعتا SSH کی بندازین روی یوزر روت یه سرور دیگه. اگه از سودو اینجا استفاده کنید این باعث میشه که اون پابلیک کی و پرایوت کی یوزر روت شما رو بفرسته روی این سروره. پس حواستون باشه که از سودو استفاده نکنید و یوزر مد نظرتون هم اینجا بنویسید. خب من اینو میزنم، یه بار از من پسورد میخواد، پسوردشو وارد میکنم و میگه که خب انجام شد. اگرم میخوایم امتحانش بکنیم بله بدون هیچ پسورد خواستنی لاگین کردیم. این SSH کپی ID بود ما استفاده کردیم. این در واقع چیکار کرد؟ اومد اون SSH کی ما رو آورد گذاشت کجا؟ اینجا. این اتورایزد کی اگه ببینید این همون کلید ماست، فقط رمزگذاریش فرق داره دیگه طبیعتا. توی این مسیر رو آورد گذاشتش. خب من خارج میشم. آقا ما الان تونستیم که لاگین کنیم. خب دممونم گرم. مثلا من یه دونه دایرکتوری دارم توی OPT به اسم ایلیا. ببینیم 2 تا مثلا فایل تستی هم توش گذاشتم همین. خب آقا میخوام اینو برم بکاپ بگیرم ازش. چیکار میکنم؟ میزنم آرسینک -A. این به کامل ترین روش ممکن با همه پرمیشن ها و لینک هاش و اینا همه رو با هم کپی میگیره. چی رو میخوام بکاپ بگیرم؟ این دایرکتوری رو و چیزای توش.
کجا میخوام بره؟ میخوام بره تو یوزر سرور رو آی پی این کجا، مثلا چه میدونم هوم سرور دسکتاپ. خب هیچی نگفت، انجام شد دیگه احتمال زیاد. بریم چک کنیم ببینیم واقعا انجام شد یا نه. خب واقعا کجاییم؟ بله خب اومد. خب حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم هر شب این کار انجام بشه. خب من که نمیتونم بیام بگم هر شب آقا شما برو این دستور رو تایپ کن، منم مثلا چه میدونم شبیه 10,000 تومن بهت پول میدم که. ما چیز داریم به اسم کرون توی لینوکس. این میتونه اسکیجول کنی کارهای شما، مثلا چه روزی از ماه، چه روزی از هفته، چه ساعتی، چه دقیقه‌ای، یک تایم دقیق بهش میدین، بعد توی همون دوره زمانی این یه کاری رو تکرار میکنه. خب ما برای اینکه بتونیم دسترسی داشته باشیم به کرونمون، خب از این دستور استفاده کنیم، کرون تب داش ای که همون اول ادیته. خب این چه شکلیه؟ چه شکلی کرون کار میکنه؟ 1 2 3 4 5 تا کاراکتر عدد در واقع اینجا شما میذارید. خب این 5 تا کاراکتر نشون دهنده اون مدت زمان متریک شماست. مثلا اول یه دقیقه است. یعنی چی؟ یعنی مثلا من اگه اینجا بزنم 10 این ساعت 1 و 10 دقیقه، 2 و 10 دقیقه، 3 و 10 دقیقه و الی آخر این کار رو انجام میده. حالا کامندی که جلوش میزنیم ستاره هم یعنی هر اون متریکی که داره، هر دقیقه، هر ساعت، هر روز. خب اولی که مال دقیقه بود، دومی مال ساعته، از ساعت 0 تا 11 شب، 0 یعنی 12 شب دیگه شما میتونید بهش مقدار بدین. بعدی میشه روز ماه، یعنی مثلا چه میدونم از 1 تا 31 بذاری. شما فرض کنین هر نیمه ماه میخواین بکاپ بگیرین از همه دیتاهایی که داریم، اینجا میزنین 15 هر ماه این کار براتون انجام میده. بعدی چیه؟ بعدی روز هفته است. خب بعدی چیه؟ این ماهه، یعنی از 1 تا 12 ماه اول مثلا فروردین، اردیبهشت، فقط حواستون باشه که اینو ماهای میلادی رو میگیره دیگه. و آخریش روز هفته است که از 0 تا 7 میگیره و 0 یعنی یک شنبه چون با هفته خارجی یا کار میکنه، 0 یعنی یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه و الی آخر. 7 هم یعنی شنبه، حواستون باشه. خب مثلا ما میخوایم هر دقیقه این کار رو انجام بده که ما بفهمیم دیگه داره انجام میده. یه کامندی رو جلوش باید بذاریم اجرا کنه. خب ما الان فهمیدیم که باید چی کار کنیم. حالا یه چیزی من میتونم اینجا بزنم rsync -a، مثلا اون فایلی که میخواستم فلان اینجا این آی پی توی مثلا ور یا بکاپس، مثلا این برام اینجا برام بکاپ بگیر. اینا میگه باشه، میرم سمت سرور. خب میرم و ایلیا بکاپ که من قبلا ساختم فولدرشو نگاه میکنم، این از قبل بوده، شاید هم تازه اومد. الان من استوب میکنم که شما وقتتون سیو بشه. خب الان ساعت مثلا 53 ثانیه است و هیچی هم اینجا هنوز وجود نداره و خب الان باید کپی شده باشه که بله فایل دایرکتوری اومده با همه فایل‌های داخلش. خب این تا اینجاش که هیچ کار خاصی نداشت. از اینجا بعد تازه کار بخش جالبش شروع میشه. من برم اینو اول خاموشش کنم. خب آقا الان شما فرض کنید که من رفتم مثلا فرض کنید رو سرور واقعی دارین
اونجا یه عالمه مثلا کرون دیگه هم دارند با یه عالمه کارهای مختلف. مثلا نوشتین چه میدونم با یوزر همین سرور رو همین آی پی، بعد رفتین دوباره نوشتین با یه یوزر دیگه روی چه میدونم همین آی پی، بعد رفتین نوشتین یه فایل دیگه ای مثلا نوشتین rsync-a یه فایل دیگه ای با همین مشخصاتش. بعد فرض کنیم یه کدوم اینا خب تغییر کنه، شما باید برین یه عالمه فایل رو ادیت کنین، یه عالمه خط از این فایل رو باید برین ادیت کنین که مثلا مشکلتون برطرف بشه. این که نشد کار. ما میریم چیکار میکنیم؟ ما میریم یه سری وریبل تعریف میکنیم که مثلا بیام بنویسم فایل با یوزرش، با این سروره، با این آی پیه، با این دستینیشنه، با این مسیره. ببین خب این برای این کار نیازه یکم که بش بلد باشیم. توی بش ما یه زبان برنامه‌نویسی بش دیگه میتونیم وریبل تعریف کنیم مثل هر زبان دیگه ای. چه شکلیه؟ مثلا من می نویسم که فایل کپس لاکش روشن شد، فایل مساوی است با مثلا /vt ایلیا. خب بعد اگه $ساین شما وقتی میذارین پشت یه چیزی توی بش یعنی اون وریبل منه. این اکو هم یعنی مثل پرینت میمونه توی پایتون، یعنی نمایش میده چیزی باشه. مثلا این شکلی ما میتونیم ذخیره کنیم یه سری چیزا رو. خوشبختانه خود ترمینال لینوکس هم با بش نوشته شده، بخاطر شما میتونید کامانداشو اینجا اجرا کنید. ولی خیالتون راحت، در همین حد بیشتر به دانش برنامه‌نویسی نیاز نداره. چرا یکم دیگه هم نیاز داره، رو جلوتر ببینیم. خب آقا چیزی من دستم خورد این خاموش شد، یا اصلا سیستم دیگه، شما همیشه سیستمتون که روشن نمیذاریم، خاموش شد. از ترمینال رفتم بیرون. الان ببینیم هنوز فایل هست؟ نه، فایل پرید رفت. خب که نمیشه. ما یه فایل داریم به اسم نشونتون بدم دیگه. توی همینجا هوم، حالا یوزر نیمی که داریم، اگه دایرکتوری مخفی رو نگاه کنین یه دونه بش آرسی اینجا داریم که با حالا هر ادیتوری که شما دارین، مثلا من با وی آی کار میکنم، بش آرسی این چیزی که حالا همیشه هستش روی سیستم ها. من میرم اینجا برای خودم یه سری وریبل تعریف کنم همون جوری که دارین میبینین. قبلش یه چیزی میذارم به اسم اکسپورت. این باعث میشه که همیشه این باشه، مثلا با خاموش روشن شدنش از بین نره و من بتونم این وریبل رو ایمپورت کنم، یعنی باشه تو سیستمم. الان مثلا نشونتون میدم یعنی چی. من رفتم یه سری وریبل تعریف کردم، destination IP که میخوام بفرستم، destination path اون جایی که میخوام بفرستم بره، و destination فایل، این فایل من میخوام بگم این فایل رو با این یوزر توی این مقصد با این مثلا مسیر میخوام ذخیرش کنم. الان ببینید من destination مثلا IP این همیشه میمونه و اصلا من اینو تعریف که نکردم، فقط توی این فایل بش آرسی نوشتم، اولش هم گذاشتم اکسپورت، این دیگه هستش توی بش من. خب این از این. حالا ما ببینیم توی کرونتب -e. خب حالا ما باید اینو ادیتش کنیم. یه نکته مهم هست که وریبلایی که توی ترمینال شما هست اینجا نمیاد. خب پس چرا مثلا به خودمون زحمت اینا رو نوشتیم؟ به خاطر اینکه یه کامند کوچولو قبلش باید بزنید. می‌نویسین source home یوزرنیمتون، حالا برای من ایلیاه .bashrc، یه سمیکولن هم میزنید تمام شد. الان همه وریبل هایی که توی این دایرکتوری هستش و توی این فایل هستش و برای شما ایمپورت کرده اینجا. من الان میرم مینویسم که rsync-a چه فایلیو
$file با چه یوزر نیمی $user و با چه IP destination IP کجا destination path. خب حالا شما به جای اینکه فرض کنین همه کامندایی که نوشتین مثلا این شکلی باشه، فایل باشه با یوزرش، خب شما فقط میرید اون وریبلایی که تعریف کردین رو تغییر بدین، نمیخواد برین 100 تا خط کد ادیت کنین تا کارتون راه بیفته. خب آقا ما اینو درستش میکنیم، بریم ببینیم سمت سرور چه خبره. خب کجا باید بریم؟ و اینجا. خب الان هیچی نیومده، 38 ثانیه است. من استوب میکنم که وقت شما حرام نشه. خب الان 57 ثانیه است، ما هنوز اینجا هیچی نداریم. رد شد. به میبینید که کل دایرکتوری با فایل های توش اومده. خب این پس کار ما راحت از هارد کد بودن در آوردیمش، فایلمون نوشتیم، گذاشتیمش تو کرون، هر وقت خواست طبق اسکیجولی که بهش دادیم بکاپ میگیره. تقریبا تمام دیگه. فقط میمونه چی؟ ما میخوایم لاگ هم بندازه. شما اگه برین توی سازمانی بخواین چی کاری بکنین، طبیعتا باید لاگ بندازه که اگه نشد چی؟ اگه این کار انجام نده شما میخواین چیکار کنین؟ از کجا باید بفهمین؟ خب اینجا یکم دانش برنامه‌نویسی نیاز داره حقیقتا، ولی چیز خیلی ساده ایه، خودتون راحت متوجه میشین. بعد الان که اصلا چت جی پی تی اومده دیگه چه نیاز به دونستنش، فقط بهش میگیم برامون مینویسه. یه اپ مینویسیم، این توی زبون بش این تیکه اولش چیزی که همیشه باید باشه. میریم همون شکلی که توی کرون وریبلامون رو آوردیم گذاشتیم که بتونیم استفاده کنیم ازشون، همون رو اینجا هم میزنیم که نخواید دوباره بریم چیز بنویسیم یا الان وریبل بنویسیم. من اینجا تایم رو برمیدارم، یه تایم استمپ درست میکنم که چه سالی، چه ماهی، چه روزی با ساعتش. من اصلا چه ارور داد، چه کارش رو درست انجام داد، اینو میذارم تنگش، مینویسم مثلا فایل شما درست شد یا اشتباه شد. همون کامند خودمونو که نوشتیم تو کرون، همونو مینویسمش اینجا. این علامت یعنی چی؟ یعنی این فایلی که من دارم خروجیشو و هر اروری که داد، این دالرز با این انده، یعنی هم خروجی عادی هم ارورشه. بخوایم یکم حرفه‌ای بگیم میشه هم std ارور هم std اوتشو. بریز توی لاگ فایل. لاگ فایل یکی از همین چیزاست که توی بشارسی تعریف کردیم. جاییه که شما اون فایلی که توش لاگتون رو می‌نویسین هستش. میگم اپندش کن برامون، یعنی اضافه کن به آخرش، ریرایتش نکن، اضافه کن بهش. بعد یه دونه شرط می‌نویسیم. این اسپیس های اینجا خیلی مهمه، حواستون باشه رعایتشون کنین. اگه این دلار ساین علامت سوال یعنی استیت کامند قبلی که اجرا شده. یعنی چی؟ یعنی اگه این کامنده درست اجرا شد، اجراش تموم شد، این میمونه توی دلار ساین علامت سوال تموم شده یا نشده، درست انجام شده یا اشتباه انجام شده. اگه این مساوی بود با 0، یعنی اگه درست انجام شده بود، اروری نداده بود، آنگاه برو بنویس تو ترمینال، نه توی لاگ فایل اینجا، برو اونجا بنویس که مثلا the file has been transferred. اگه نه این ایکوال بود با 1، یعنی چی؟ یعنی ارور داده دیگه، خطا داده. میگه برو توی خود ترمینال، این دیگه تهش اینو نذاشتم، تهش چیزی نداره، تو خود ترمینال شما میزنی که آقا ترانزکشن was interrupt، مشکل پیش اومده، لطفاً برین اون لاگ فایل ما رو چک کنید. آخرش هم اینو میذاریم که هم مشخص باشه چه تایمی ارور داده، هم مشخص باشه که مثلا اون ارور بالا سرش از این لاگای دیگه جدا بشه. حالا یه بار امتحانش می‌کنیم با هم دیگه.
ما میریم توی کرون تب، به جای اینا می‌نویسیم که آقا برو بش هوم یوزرنیم، حالا پروگرام داشت .sh. خب آقا الان من میرم چیکار میکنم؟ SSH میزنم به سرورمون، میخوام این کاری کنم که موفق نشه، نتونه انتقال بده فایل رو، ببینیم ارورش چه شکلی میشه. خب فایلمون که سر جاشه، سرمون رو گنده، یه بار دیگه هم مطمئن بشیم از کار کردش، ببینیم بله الان پاک شده است. خب کار میکنه این کد ما. الان میخوام این کاری کنم که نتونه. چیکار میکنم؟ پاور آفش میکنم، سرورمون رو خاموش میکنم. خب ای بابا، خب درست شد. الان ما دیگه نمیتونیم SSH بزنیم به اون سرورمون. خب بله نمیشه. خب بذاریم لاگ فایل ما اصلا کجا بود. آها اشتباه نوشتمش. خب کت میکنیم، ببخشید یا نکنید ساعت 2:45 گفتش که آقا ما تونستیم راحت این کار رو انجام بدیم. حالا ببینیم چقدر دیگه 30 ثانیه دیگه مونده، بعد من تمیزش هم بکنیم لاگ فایلمون رو. خب الان باید یه اروری به ما بده. ارور. آها دیدین رفته اینجا نوشته که SSH، میگه نتونستیم کانکت بشیم اینجا چون هیچ مسیری وجود نداشت، تایم استمپش هم زده، خطش هم کشیده قشنگ. این شکلی هم اروراشو خود ارور کامند رو ثبت کنین، این خیلی خوبه، این قشنگ معلومه چه اروری داره دیگه، نمیخواد برین دوباره تو محیط اجراش کنید تا بفهمید. تایمش هم زده، اگرم درست اجرا بشه که میبینیم. خیلی خوب، خوشحال شدم از اینکه تو این ویدیو همراه من بودین. اگه نظری چیزی راجع به ویدیو هستش خوشحال میشم توی کامنت ها بهم بگین و همین دیگه. خوشحال شدم، خدا نگهدار.